یکی از بیماری‌های خطرناک، یکی از مریضی‌های هلاک‌کننده انمی چاپلوسی است. چاپلوسی اصلا چاپلوسی چیست؟ چاپلوسی معنی داره. ما بعضی هموطنان را شنیدم میگه که میخونن در بعضی کامنت‌ها بیچاره نمیدونن، میگم این چاپلوس میگه چی معنی داره، کیه؟ امروز ان شاء الله ما برای شما هم ویدیوشون رو نشون میدیم، هم درباره‌شون گپ میزنیم. این موضوع بسیار مهمه برای همه ما و شما که بدونیمش و اطراف یا زیاد گپ بزنیم، زیرا خطر چاپلوسی در تاجیکستان بسیار زیاد شد. چاپلوسی یعنی چی؟ معنیش، معنی ادبیش کتابی میگیم که معنی کتابیش تملق، خشامتگویی، چرب زبانی، معنی ادبیش است. یک کمتر معنی کوچگیه که تری ساده تر عادی تر شه بگم. لگن برداری، خاکزنی، دیگه اگر با دیگه چی شه بگم کمتر شاید که چی شه زن ها را تماشا میکنن با معنی های با بمعنی ترشن میدونم. خب پیش از برنامه ما یک پیشنهاد میخوام بکنم برای شاعرها، نویسنده ها و رسانه ها. نگاه کنیم، ما شاعر داریم چی در داخل چی در خارج. شاعرهای اگر که واقعا در غم ملت باشن، در غم وطنشون دلشون بسوزه، باید علیه یا که ضد چاپلوس ها شعر بنویسن. یعنی چی؟ درباره چاپلوسی ما بعضی شعرهای افتم کمی چی شد در راستی بیمانی چاپ شدن بعد اینجا نمیتونم اون را قرائت کنم بخونم، اما شاعرها، نویسنده ها شعر بنویسن که همین چاپلوسی را رنگ یک تحقیر میکنی که به شعرت هم خیلی شعر بنویسن که مردم او را استفاده بر از اون جمله ما بنویس یک نفر یک شعر ما نیفتم راستی شعری که تری هم خنده‌آور باشه درباره چاپلوسی هم تحقیرشون کنن، هم خیلی شعرها در کار. زیرا ما باید که چاپلوسی را منع کنیم، سعی رای چاپلوسی را بگیریم که خطر داره، باور کنی خطر جدی داره، هلاک میکنه ما و شما مردم هلاک میکنه، نابود میکنه. یک مریضی بسیار گنده است، چاپلوسی بسیار مریضی گنده است. ایرا شریعت هم منع میکنه، تو همین قانون دنیا قطعی ممکن است توریه نمیگیره، راست نیست. رسانه ها، شاعران، نویسنده ها ان شاء الله که باور دارم که برای من ننویسین یا که به خاطر من، برای خودتون، برای آیندهتون که شما یک شعر خوب باقی مونه درباره چاپلوسی که همین ما میخونیم چون دیگر نفرها میخونن که همین چاپلوسی بسیار عملی بده، با شعر دیگه هست. رسانه ها، ما اصلا سه رسانه را میبینم در داخل فعالیت میکنن، یک میکروفون دستشون در این طرف نزد مردم میرن گپ میگیرن، نامشان میگیرم، رادیو آزادی، آزیا پلوس و کم کم همون گازیتی پرس تجیه که اویلا. همین سه رسانه است که نزد مردم میروه، یا سوالات در بین چند نفر میپرسه، از او گپ میگیره. همین اوید چاپلوسی از شما خواهش میکنم، از فردا میدونم که نمیرین زیرا کمتر برای شما عیب میشه که گپی مرا گویا گرفتین. یک روز نه یک روز برین از مردم سوال کنین که چاپلوسی چیست، یا یکی سوال بتین که همین چاپلوسی درست است یا نیست، شما چی خبر دارین در تاجیکستان چاپلوس هست یا نیست. و همین گونه سوال ها یک برنامه خوب میشوه و این راهی پیشگیری از چاپلوسی میشوه. زیادتر چاپلوسی ما در دوام صحبت میگم در اطراف یک نفره، همه مگس پشه میگیم، ما پشه در اطراف یک لاله شیرینی میگیم جمع میشوه، یعنی رحمان. این پیشنهاد بود، ان شاء الله باور دارم قبول میکنیم.